این نمایش بر آنهایی است که از مواد نشریه‌های گوناگون آگاهی یافتن می‌خواهند. باز امکان پیدا کردیم شماره نوبتی نشریه پیرو را در این سال از نظر گذرانیم و شرح مختصری مواد در آن چاپ شده را منظور بینندگان و خوانندگان این نشریه گردانیم. باید گفت که این شماره مخصوص نشریه بوده، آن با برگزاری آزمون فروغ سپهری دانایی کتاب است بخشیده شده است. از جمله دور به امر مخصوص پرزیدنت کشور، نظامنامه آزمون، جریان برگزاری، جایزه‌های آزمون معلومات مفصل آورده شده است. در صفحه اول این شماره امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ سپهری دانایی کتاب است نشر شده است. در بند پنجمین امر چنین ذکر شده است: وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای سال 2020 پیش بینی گردیدند و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت عملی نمودن چاره‌بینی مذکور 1,646,400 سومانی به طور نقد جدا نماید. این شهادتگری آن است که سرور دولت نسبت به معرفتناکی اهل جامعه بی‌طرف نبوده، برعکس دستگیر سراسر کتابخوان شدن اهالی و هوسمندی نفرانی کتاب دوست و کتابخوان است. در صفحه اول اینچنین تحت سررفعه مژده از امارات متحده عرب درباره برآمد و غالبیت مونسا اویمت و تکواندوچی نورسی تاجیک در وزن 49 کیلوگرم در مسابقه بین‌المللی هشتم مسابقه کشادی فجایره مواد مفصل چاپ شده است. در صفحه‌های منبعی که فروغ نام دارند دایر به همه پهلوهای برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ سپهری دانایی کتاب است معلومات داده شده است. از جمله در نظامنامه آزمون ذکر شده است: آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی میان اهالی کشور از جمله تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی، میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسه‌های تحصیلاتی کسبی، ماگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکتراندها، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون، آموزگاران همه زمینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت و دیگر طبقه‌های اهالی کشور دایر می‌گردد. اشتراکچیان آزمون به 3 گروه تقسیم کرده می‌شوند: تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی، خوانندگان و دانشجویان تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، ماگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکتراندها، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون، آموزگاران همه زمینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت و دیگر طبقه‌های اهالی کشور. آزمون از روی 5 نامیناسیون برگزار کرده می‌شود: ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، ادبیات بچگانه، ادبیات جهان و شاعری. در صفحه‌های منبعی دایر به معیار بهاگذاری به اشتراکچیان و جایزه‌های آزمون معلومات مفصل آورده شده است. برای مثال ما جایزه‌ها را میان تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی پیشنهاد می‌کنیم. در نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک: جای یکم 1 نفر 30,000 سومانی، جای دوم 3 نفر 20,000 سومانی در مجموع 60,000 سومانی، جای سوم 2 نفر 15,000 سومانی 30,000 سومانی. همگی در این نامیناسیون 120,000 سومانی جدا شده است. نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک: برای جای یکم برای 1 نفر 25,000 سومانی، در جای دوم برای 3 نفر 20,000 سومانی 60,000 سومانی، برای جای سوم برای 2 نفر 15,000 سومانی در مجموع 30,000 سومانی و همگی در این بخش برای 6 نفر غالب 115,000 سومانی جدا شده است. نامیناسیون خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه و افسانه‌های خلقی تاجیک: در این نامیناسیون نیز برای جای یکم برای 1 نفر 25,000 سومانی، برای جای دوم برای 3 نفر به هر کدام 20,000 سومانی و برای جای سوم برای 2 نفر به هر کدام 15,000 سومانی. در این نامیناسیون همگی برای 6 نفر غالب 115,000 سومانی جدا شده است. نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان جهان: در این نامیناسیون نیز برای جای اول برای 1 نفر غالب 25,000 سومانی، برای 3 نفر گیرنده جای دوم 60,000 سومانی به هر کدام 20,000 سومانی و برای جای سوم برای 2 نفر 15,000 سومانی و در مجموع 30,000 سومانی برای جای سوم جدا شده است و در این بخش همگی برای 6 نفر غالب 115,000 سومانی جدا شده است. همزمان برای دیگر طبقه و سن سال نیز همین گونه جایزه ها مقرر شده. مبلغ شاه جایزه آزمون به 60,000 سومانی رسانیده شد. در صفحه نوبتی پیرو دایر به ادبیات و آثار ادیبان توصیه شونده هم معلومات آورده شده است. این نوبتی صفحه شفا خوانندگان را باز با بعضی مسائل بیماری سیل آشنا می‌کند و اینجا چند لطیفه حکایت خرد نیز جای داده شده‌اند.
در صفحه انعنا دایر به انعنای مشهور گلگردانی در تهیه ادبیاتشناس پروفسور روشن رحمانی مواد جالبی به نظر می‌رسد. هزاران سال است که با شکفتن نخستین گل‌های بهاری با نام‌های گل نوروزی، گل سیاه‌گوش، سیاووش، سیاه‌قاش، گل زرد، گل بهمن، با چیچک، با کندک مردم شادمانی میکنند، چون که این گل‌ها از نوروز و بهار مژده میرسانند. با شکفتن آنها مراسم گلگردانی آغاز می‌گردد. در زمان‌های پیشین اول چوپانان، کشاورزان، بعد هم خونیاگران، نوروزخوانان، پس آنتر نورسان و جوانان گروه به دامنه کوه و دره، دشت و صحرا رفته به جستجوی گل‌های نوروزی می‌شدند. گل‌های نوروزی را می‌چیدند و مردم را از رسیدن نوروز و بهار خبردار می‌ساختند. معمولاً گلگردانی در بعضی جاها پس از چله خورد، یعنی از نیمه دوم ماه فوریه برابر شکفتن نخستین گل آغاز می‌شد و تا نوروز ادامه می‌یافت. صحیفه آخر این شماره را اختراع نام گذاشتند. سنجر ابونصرپور میگوید که داستان ما با ساعت‌های آبی عصری 13 و مهندس چیره‌دست و اختراعکار ماهر اسماعیل الجزری آغاز می‌شود. او سال 1206 تصمیم گرفت ساعت‌های زیادی را در شکل و حجم‌های گوناگون بسازد. از جمله ساعت فیل را اختراع کرد و هنگام ساختن ساعت مذکور او تجهیزات‌های فوق‌العاده را استفاده نمود. این ساعت با حشمت بوده، بر علاوه نشان دادن وقت رمزی جاه و جلال و ثروت نیز به شمار می رفت. ساعت مذکور ربات‌ها و شکل‌های محرک نشان دهنده وقت را نیز به هم آورده است. دایر به این اختراع شما را لازم می‌باشد که این مواد را پر را خوانید. ما تنها شرح مختصر شماره نوبتی نشر پیرو را در سال 2020 برایتان پیشنهاد کردیم. اگر خواهید که همه مواد در آن چاپ شده را خوانید، پس این شماره را حتما دسترس کنید و این نمایش بر آنهایی است که به روزنامه و مجله و دیگر مواد چاپی توجه دارند. خوش باشید.